چنان فنا گرفتش که گفت حسین جان کوفه میا. یعنی چی؟ خوب اینو گوش بدین، هر که اهلشه میفهمه، هر که اهلش نیست بخواد امروز بفهمه. لذت هجران و فراق، خوب دقت، لذت هجران و فراق تو جان مسلم چنان نشسته، او رو به اتصال و وحدت آورده که نکنه یه وقتی تظاهر در رؤیت و لقا از این مقام او کم بذاره، میگه حسین جان نیا بذار تو همین هجران بسوزم که چه وادی خودی. اگر عاشق به معشوق چشم بدوزه از مقام قرب اتصال باطنش کم میشه. کوفه نیا اختیار تعیین میکنه برای مولاش. اون ادبی که تو مسلم منو تو سراغ داری، اون نایه، اونی که امام حسین بهش گفتن این راه چه خبره، نیا کوفه، کربلا نیا. عجب، این از ادب مسلم دوره. نه حسین جان بذار بسوزم که این سوختن خوب سوختن، بذار بسوزم که عشق تو خوب میسوزونه، که هر چی رو سوزوندی خاک سرش رو به باد دادی، او حیات جاوید گرفت. حسین جان چنان این وحدت اثر میکنه در ذات عاشق و معشوق که دم آخر معشوقم صدا میزنه یا مسلم ابن عقیل، یا مسلم ابن عقیل، اون بی نیاز مطلق عالم وجود میگه مسلم ابن عقیل، مسلم ابن عقیل. ای صحرای ماریه، ای تل زینبیه، بار دیگر رسیده ایام مسلمیه، بی کس و تنها بین بازار مسلم نهاده سر بر دیوار. آقا بیلا یا ابن